خبرتان امروز 12 سپتامبر این موضوع را دارد. وضع وحشتناک زنان و کودکان جنگجوی توجیکی دوئیش در سوریه. مقامات توجیکستان شماره آنها را بیش از 500 نفر حساب کردند. برای رسیدن به ارمان پدر مسئولیت احساس میکنم. پسر قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود به سیاست وارد می شود. تشنه اتحاد و تشنه صدایی هستند که صادقانه به خاطر اتحاد و عزتشان بلند شد. و بنی آدم اعضای یکدیگرند. گروهی از مهاجران و صاحبکاران توجیه گفتند آماده‌اند به کودکان بی مکتب 4 دهه وحدت کمک رسانند. همین ساعت دو طلبی ما سیمپوی 7 وقتی که میپرن سنگکارا که دوری آبدو میزنن آمدن گشتم رفتن. اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. انتظار می رود که در اوایل ماه اکتبر امسال مسجد بزرگترین تاجیکستان به استفاده داده شود. بنیاد مسجد عظیم در دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگزاری تا 150,000 نفر پیش بینی شده است. سرمایه‌گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار داد. مقامات تاجیکستان 575 زن و کودک توجیکی جنگجوی گروهی به نام دولت اسلامی را در پناهگاه‌های سوریه روی خط کردند. اکثر زنان و کودکان در پناهگاه الحال نگهداری می‌شوند. در مجموع در پناهگاه مذکور هزارها خارجی قرار دارند که به گفته سازمان ملل متحد وضعشان وحشتناک است. همکارم مومن احمدی موضوع را پیگیری دارد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که با کدام دلیل سازمان ملل شرایط آنها را خیلی بد تصویر کرده است. بله، شهلا شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است که 10,000 خارجیان که همسران و کودکان جنگیان خارجی داعش هستند در حالت ناگوار به سر میبرند. سازمان ملل متحد گفته است که زنان و کودکان از کمبود غذا و داروری اذیت میکشند. در گزارش گفته می شود که صدها نفر از گرسنگی و از بیماری های سیرایتی هلاک شدند و در چند ماه اخیر 290 کودک فوتیده است. سازمان ملل متحد گفته است که باید فوراً راه حل این مشکل را پیدا کرد، زیرا شمار هلاکت کودکان و زنان بیشتر خواهد شد. مومن، از وضع زنان و کودکان توجیک چه خبر است؟ آنها چه حال دارند؟ ماه پیش با دو زنی که در پناهگاه الحال قرار دارند تماس داشتیم. این پناهگاهی است که اکثر همسر و کودکان جنگیان داعش در آنجا قرار دارند. یک نفرش آن زمان به من گفته بود که 2 طفلش در آن رفت شدند و وضعشان خوب نیست. آنها میخواستند که حکومت زودتر آنها را بگیرد چون در یک فضای بد قرار دارند. بعداً تماس با آنها گم شد. سببش را هنوز نمیدانم چون دیگر رقم های تلفنشون کار نمیکند. اکثر زنان تاجیک در همین پناهگاه هستند. آنها را پس از آزادسازی منطقه باغوز در سوریه که آخرین ناحیه تحت نظر داعش بود به اینجا آوردند. مقامات تاجیکستان به ما گفتند که همه آنها روی خط شدند و راههای پس گرداندن آنها را جستجو دارند. ماه می دیپلمات‌های تاجیک به سوریه سفر کرده بودند و قرار است بار دوم در آخر ماه سپتامبر نیز سفر کنند. هنوز راههای برگرداندن زنان و کودکان از سوریه مشخص نشده است. آنگونه که شهلا ذکر کردیم، مقامات تاکنون 575 زن و کودک تاجیک را ثبت نام کردند و این آمار نهایی نیست. در این میان نزدیک 400 نفر آنها کودکانی از 1 تا 17 ساله هستند که با گفته مقامات تاجیک تقریبا 90% پدر و مادرانشان را در این جنگ ها از دست دادند. تشکر. مومن احمدی بود که با ما از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. رو میرم به موضوع دیگر. پسر جنگاور معروف و قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود میگوید راه پدر را انتخاب کرده است. نامش نیز مثل پدر احمد است و او میخواهد در بنیاد یک افغانستان نو خدمت کند. رستم جانی گزارش میدهد. او پسر یک فرمانده معروف است که ضد طالبان جنگ کرده بود. احمد مسعود به سیاست وارد شد و همراه با هزارها طرفداران پدر خوشنامش مبارزه خود را ضد طالبان و ایدئولوژی افراطی آنها آغاز بخشید. آرزو و آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی
یک نظام اسلامی معتدل بود، به او خود باورمند میدانم و مسئول تعقیب امی آرمان. مسعود 12 سال داشت که پدر او شیر پنجشیر احمد شاه مسعود از دست یک مرد طلبی القاعده کشته شد. این حادثه 2 روز قبل از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بالای ایالات متحده آمریکا رخ داد. مسعود کلانی و مجاهدان او بر ضد رژیم استبدادی طالبان و قبل از آن علیه نیروهای اشغالگر شوروی جنگیدند. با مرگ مسعود ایالات متحده آمریکا یک متفق مهم خود را از دست داد و تصمیم گرفت به افغانستان نیرو فرستد. نبود پدر هم سخت بود و هم انگیزه داده. مسعود میگوید که قهرمانی ها و یاد پدر برای تربیه روح و روان مبارز او هم خیلی مساعدت کرده است. بدون شک خالیگاه یک پشتبانه و یک پشتیگاه همیشه سخت می باشه، اما با این امیدت الحمدلله همیشه تانستیم که با غم فایق. مسعود 30 سال دارد و تصمیم گرفته است مثل پدر سیاستمدار شود. او بعد از ختم اکادمی نظامی شهر سنت هورست بریتانیا به خانه برگشت. او را ریش سفیدان وادی پنجشیر منطقه در شمال افغانستان که هیچگاه طالبان نتوانستند اشغال کنند امید آینده خود می‌دانند. به نشان نمایش مسئولیتی که به دوش احمد مسعود واگذار شده است، آنها به تن او جامعه یکتحه پوشاندند. و امروز این نیاز بود که آجی صاحب احمد داخل میدان شود و بتانه یک حرکت را و یک آدرس مشخص را در داخل افغانستان شکل بده و این آدرسی باشه که امید برای تمام ملت افغانستان و همه اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه یک آدرس مشخص و امید. احمد شاه مسعود یک شهید و قهرمان ملی است. عکس او در گوشه و کنار افغانستان دیده می شود. مسعود در نزد مقبره پدر گردی همایی تشکیل و از مردم دعوت کرد که بر ضد طالبان از راه‌های نظامی و سیاسی مبارزه برند. تشنه اتحاد و تشنه صدایی هستند که صادقانه به خاطر اتحاد و عزتشان بلند شود. مسعود در رابطه با مذاکرات صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان و نیت آمریکا درباره بیرونکشی 15,000 نیرو نظر تنقیدی دارد. وقتی که ما میاییم یک شرایطی را، یک اوضاعی را برای سرنوشت یک ملتی را تصمیم میگیریم، ای باید در روشنی و آگاهی همین ملت. واشنگتن بعد بمبگذاری 5 سپتامبر مذاکرات با طالبان را خاتمه داد. در این حادثه 10 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. ولی قبل از اعلان این تصمیم مسعود از دستیابی ایالات متحده آمریکا به سازش با طالبان اظهار شبهه کرد. این ختم جنگ نه بلکه تشویق افراطیت، تشویق جنگ، تشویق خونریزی است. ضرری به خود آمریکا میرسه. بینندگان عزیز، گزارش مفصل را در آزادی ویدیو تماشا کنید. امروز در شهر اموری روسیه گروهی از مجرمان کوری قزاق ازبک با هم جنگ و دعوا کردند. یک مجری توجیک که شاهد مناقشه بوده است ویدیویی را به آزادی ویدیو فرستاد که نشان میدهد دهها کارگر در یک آشخانه همدیگر را لط و کوب میکنند و با کرسی ها به سر هم میزنند. مؤلف ویدیو به رادیو آزادی گفت در شرکت ساختمانی انرگستروی کار میکنند و در نتیجه مناقشه 2 نفر مجروح شده است. او همچنین پیام روسی یک مردی را به ما فرستاد که میگوید مهاجران برای میز خوراکخوری دعوا و زنی کردند. رهبریت شرکت گفته است که آنها را برای این رفتار از کار میرانند. در ریاست امور داخلی ولایت امور در این باره نخواستند با رادیو آزادی صحبت کنند. البته با سپاس از کاربر رادیو آزادی که این ویدیو را در اختیار ما گذاشت. شما نیز بینندگان عزیز اگر شاهد یگان حادثه فوق‌العاده شدید و یا نواری جالبی دارید که میخواهید دیگران نیز آن را ببینند، پس به ما بفرستید. رقم ایما و وایبر ما 420 724 056 681 است. در صورت دریافت مواد از شما ما حتما برایتان زنگ میزنیم. برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهراً گزارش رادیو آزادی برای حل مشکلات چندین ساله صدها کودکان 14 در وحدت زمینه میگذارد. هفته گذشته همکاران ما در مطلب خود نشان دادند که چگونه معلولین برای رسیدن به مکتب ده همسایه هر روز به قبل از بین آب و آتش میگذرند. در این چند روز نفران پیدا شدند که گفتند نسبت تقدیر این کودکان بی‌طرف نیستند و میخواهند کمک رسانند. تفصیلات را در گزارشی زرانگیز نوروزشاه و امرالدین اولیموف میبینیم. شرافت مثل روزهای قبل با راهی پرخطر، اما اکنون با طبع بولیده به درس می آید.
با او گفتند که به نزدیکی کپروک لرزونکشان را تعمیر میکنند و یا برایشان مکتبی نو میسازند. گزارش رادیوی آزادی درباره شرافت و همدهگان دیگرش که برای رسیدن به مکتب راهی دراز و پرخطر را طی میکنند، مهاجران و صاحبکاران الهیده را در کنار نگذاشت. چند صاحبکار به دهه آمده و گروهی از مهاجران طریق تلفنی برای کمک به کودکان اظهار آمادگی کردند. اگه صاحبکار هستن پیدا شدن که ما کپرگ میکنیم لیکن اون مبلغ ما حسابیم فکر کردیم اون مبلغی که در کپرگ میروه اگر هم مبلغ رو اگر همین صاحبکار رو اگر به هم مکتب اگر صرف کنن ما در حاجت کپرگ هم نیست. گفتیم که همین زمین در نظر بگیره این زمین با مساحتی بیش از 2 هکتار در میان 4 دهه در جماعت بزرگبای برونوف جایگیر است که در آن کودکان سالهاست به مکتبند. رئیس بخش زمینسازی شهر وحدت بعد یک مشورت با ساکنان روز 11 سپتامبر این زمین را برای ساختمان مکتب انتخاب کرده است. طلبای ما 4 تقسیم میشوند، 4 مکتب میروند فرزندای ما. برای همون ما میخواهیم که همین مکتب تیزتر دستگیری کرده شود و وعده خشک خالی داده نشود. مدت دیگه ما 12-11 سال فقط وعده خشک خالی گوش کرده استیم تمام. به دلیل نبود مکتب قریب 300 خواننده از 4 ده در جماعت بزرگبای برونوف شهر وحدت مجبورند جان خود را در خطر گذاشته به مکتب دهات دیگر روند. قسمی از این خواننده ها با طی کردن 4 کیلومتر به ناحیه فیض‌آباد می روند و قسمی دیگر با عبور دریا و پل لرزان به مکتب رقم 69 واقع در دهی همسایه. من با این طرف اومده ایستاده بودم، یک سگ کلام خیال کردم یکم حیوان دیگر که اون سگ بوده است، از پای من گزید. بازی سنگ پره کردگیان نزدیک شده گفته همین سحری دو طلبی ما سینفوی 7 وقتی که میپرن سنگ پره که دوری آوده میزنن آمدن گشتم رفتن خیلی ما چقدر طلبه رو خطان فکر کنن که وای سر روش پوری اوه ما چقدر دو سینف میشنن این را. با وجود همه این مشکلات آموزگاران از دانش و میل خوانندگانی که از اون سوی رود می آیند به تحصیل توصیف می کنند. زیادی مکتب ما ایو روان ممکن همین 160 طلبه در مکتب ما میخونه زیادش ایرو اونیمن حواس دارن میبیاین که کفر. مقامات میگویند حالا در پی رسمی کردن سند زمین و آماده سازی لایحه ساختمان مکتب در بین 4 ده جماعت بزرگبای برونوف هستند. ساکنان امیدوارند فرزندانشان بالاخره صاحب مکتب میشوند و دیگر ضرورت برای عبور کپروک لرزان و راههای خطرناک تا مکتب نمیماند. و دانشمندان نخستین بار سیاره را بیرون از منظومه خورشید پیدا کردند که در آن آب و ممکن است زندگی هم وجود داشته باشد. تایری سفر گزارش می‌دهد. آن را K2-18 بینام دادند. سیاره بزرگتر از زمین ماست و عنصر اصلی برای حیات یعنی آب داشته است. باری اول است ما در اطراف یک سیاره اتمسفر را کشف کردیم که به اصطلاح سوپر زمین است و در فاصله قابل سکونت از ستاره می باشد. یعنی در جایی است که حرارت مناسب برای موجودیت آب وجود دارد. این انجلوس سیارس عضو گروه دانشمندان کالج دانشگاه لندن است که با تلسکوپ هابل آب را یافتند. آب در سیاره بوده است که در بیرون از منظومه خورشیدی و در اطراف یک ستاره کم نور سرخ دور میزند. ما پاسخ یک سوال اصلی را میجوییم که آیا زمین در کهکشان بی‌نظیر است یا نه. ما سیاره‌هایی را می‌جوییم که شرایطی مانند با زمین داشته باشند ولی نه برای آنکه آنجا رویم. آن سیاره صدها سال روشنایی از ما دور است. نور آفتاب به زمین در 7-8 دقیقه می‌رسد ولی به آن سیاره در 100 سال می‌رسد. رسیدن به آنجا ناممکن است. برای همین به گفته دانشمندان بهتر است جای دیگری برای اقامت نجوییم و شرایط زندگی در زمین خود را بهتر کنیم. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم شود شما را در پناه خدا میسپاریم. خدا نگهدار.